سلام جناب مهندس جمالی، پروژهتون کامل شد. یه تستی میکنم ببینید چجوری کار میکنه. این برد رله ها هست که با یه کابل فلات میاد به این قسمت وصل میشه. برد اندازه‌گیری ولتاژ هست که الان همینطور که میبینید وصل شده به 220 ولت. دو تا از ورودیامون یه دونه مشترک داریم که 0 بهش وصل میشه، بقیه به فازا وصل میشه. تقسیم ولتاژ روش انجام شده، میاد با کابل فلات وصل میشه به این قسمت. این برد هم که میبینین برد اندازه‌گیری جریان هامون است که با کابل فلات به این قسمت وصل میشه. من همش رو سری کرده بودم که کالیبره بکنم. این قسمت پورت پروگرام زیتک مربوط به میکرو آرم هست. این قسمت پورت پروگرام ISP مربوط به میکرو AVR هست. این پروگرامرش، این هم پروگرامرش. مموری کارت از این قسمت وارد میشه به این شکل. خب برق دستگاه رو وصل میکنم. مثلا وارد قسمت ست میشم. تو این قسمت میتونید زمان رو تنظیم بکنید. اگه نخواید تنظیم بکنید همون قبلی بمونه، اینتر بزنید نشون میده زمان رو. تاریخ هم همینطور. و یا میتونید تایپ بکنید مقدار جدید وارد بکنید. عدد 2 رو میزنیم برای ادامه کار. اینجا یه دونه ساب گفته بودیم وارد بکنیم. حالا من یه چیزایی تایپ میکنم به این شکل. اینتر، بعدی دیوایس، مثلا حالا هر چی. دما رو هم داره نشون میده 27 درجه. این سنسور دمامون هست اینجا. اگه خواستین سیم بکشین بیرون سنسور دما بذارین، اینو از روی برد بردارین، از این قسمت سیم وصل کنین. دستمو روش میذارم ببینیم دما داره میره بالاتر. خب بعد تنظیم بعدیمون ببینیم من الان نکست رو میزنم، چون یکیش خالیه نمیره، آلارم میده، باید اونم پر بکنیم. همونطور که گفته بودین دقیقا اجرا شده. نکست. حالا اینجا باز مشخصاتی رو میخواد پر بکنیم. نمیدونم این اعداد چی هستن، فقط من همینجوری دارم پر میکنم. نکست رو میزنم، بعدی. حالا تو این صفحه مثلا F1 وارد میشم. ولتاژ R1 و T2 رو داره نشون میده. همونطور که میبینین R1 و T2 وصل شده. تو این لحظه من اگر F1 رو فشار بدم عمل ذخیره سازی انجام خواهد شد. ببینید 3 تا بیپ زد، یعنی ذخیره شد. دوباره این کار رو انجام میدم. دوباره این کار رو انجام میدم. خب از این منو خارج میشم با کلید 3. میرم مثلا به منو F2. مثلا اینجا F1 رو میزنم. تو این منو باز مثلا ذخیره با کلید F1. دوباره F1 رو میزنم، ذخیره شد. دوباره میزنم. خب حالا برق دستگاه رو قطع میکنم. مموری رو از روی دستگاه در میارم. مموری رو میذارم توی کارت خان. خب کارت خان رو وصل میکنم به کامپیوتر. خب حالا تو کامپیوتر ببینیم چی توی اون فایل ذخیره شده. فایل با پسوند اکسل هست، همینطور که میبینید به اسم دیتا. اینو بازش میکنم. خب تو این قسمت مشخصات اون چیزایی که وارد کردیم و نشون میده. information sub device A1 temp A2 temp first current normal last. بعد بقیهش اومده تو کدوم صفحه عمل ذخیره سازی رو انجام دادین، اسم اون صفحه رو نوشته، ولتاژ ها، ادامهش جریان ها، ستونی زیر هر کدوم نوشته. بعد این قسمت تاریخ و ساعتی رو که عمل ذخیره سازی رو انجام دادیم دقیقاً چاپ کرده.
حالا این فایل اکسل رو خودتون میدونین که به چه دردتون میخوره. موفق باشین. فعلا خدا نگهدار.